اینجا که هستش هنوز شروع نشده ولی غذاهای انواع غذا آماده هست. خب بهترین غذا این هتل مال آنتالیا است. اینجا خانمای خیلی مهربون که دارن غذا درست میکنه. دوستان هر کس که میگه ترکیه جاش خوب نیست اشتباه میکنه. بهترین جا، بهترین سرور غذا با انواع غذاهای خوشمزه. مرغ حالا هنوز در باز نشده. بعدش دیگه انواع غذا، هر غذا که هر روز همین جوری، هر روز مدل به مدل غذا اینجا سروره میشه با انواع کباب، بعد سالاد. اینجا همه چیز جلوی چشم خودت درست میشه، یعنی دیگه لازم نیه که تو ناراحت بشی بگین غذاهاشون چجوریه. ما اینجا برای 8 روز اومدیم. این هم غذاهای نامتیار کرده. این هم که آشپزای اینا در حال کباب کردن هستن. سلام علیکم. چوک گزل چوک گزل. خب مال ما که ترکی خوب بلد نیستیم، فارسی صحبت میکنیم، ولی خب واقعا من خیلی خوشحال هستم. من هر سال میام ولی به ترکیه برای هتل اینا که اینجا بستیله میکنم برای 1 هفته 10 روز 8 روز، ولی واقعا خیلی خوشحال هستم. ولی غذاهاشون هر مدل غذا که اینجا دلت بخواد پیدا میشه، از هر مدلی. اینم که ماهی هستش و مرغ و سبزیجات. حالا این طرف هتلش، اون طرف هم هستش، لب ساحل هم هستش. خدا کنه هر کس اینجا بیاد همینجوری مثل من خیلی خوشحال برگرده. من اصلا دوست ندارم برگردم، اینقدر همه چی فراوان هستش، اینقدر خوش میگذره، دوست ندارم به این راحتی برگردم.